سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یکی از خرابی های دستگاه اسپرسو ساز صنعتی قطعه به اسم شیربرقی. این کار اتصالات آب انجام میده که تو دستگاه های اسپرسو ساز چند تا توش موجود هست. اپراتور دستگاه موقع عصاره‌گیری نگاه میکنه، میبینه از هد گروپ ریزش آب نداره، یعنی کاملا قطعه. یا اینکه دستگاه عصاره‌گیری نمیکنه و خروجی شیربرقی که اکفاش دستگاه میشه دائما اونجا چکه آب داره، یا از هد گروپ چکه آب داره. 99% این قطعه خراب شده. قطعه شیربرقی 4 تا اجزا داره: بوبین، پوسته، مغزی و پایه. تو اکثر موارد این قطعه یا نیمسوز شده یا سوخته، باید تعویض بشه. ممنونم از همراهی شما.